با مقصد آگاهی پیدا نمودن از جریان برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری و وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان رحیم سیدزاده در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در شهر بوستون با اعضای حکمان و اشتراکچیان آزمون واخوری دایر نمودند. مهمانان از حوزه ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک، ادبیات جهان، ایجاد نظم و ایجاد نثر دیدن کرده با اشتراکچیان دوره سیوم صحبت نموده با پدر مادران و آموزگاران داوطلبان آزمون نیز واخوردند. ضمن واخوری قید گردید که آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است تحت نظارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان برگزار گردیده. برای در سطح ضروری دایر گردیدن آن هر یک ما و شما مسئول هستیم. مهمانان عالی قدر به هر یک نومیناسیون وارد گردیدند، از روند آزمون شناس گردیدند. علاوه بر این به همه اعضای حکمان تاکید داشتند که شفافیت را زیر نظارت قطعی گیرند و آزمون مذکور که بی‌واسطه با سرپرستی پیشوای معظم ملت تشکیل و برگزار می‌گردد همه طرفه آزمون شفاف گذرد. اوید این مسئله به اعضای حکمان دستور و سپارش‌های خود را دادند. علاوه بر این مهمانان عالی قدر با پدر و مادران با اهل اشتراکچیان صحبت آزاد داشتند. در روند آزمون اوید به تشکیل و برگزاری آزمون مصلحت‌های مفصل، مصلحت‌های سری وقتی و دستور و سپارش‌هایی که وابسته به آزمون بود به هر یک شخصان مسئول خاصتاً به معارف ولایت سپارش‌های سری وقتی را دادند. در اساس مکتوب دستوری رئیس کمیسیه دوره جمهوری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است و جدول تصدیق نموده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دوره ولایتی آزمون مذکور در ولایت سوغد روزهای 14 تا 26 آگوست در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در شهر بوستون برگزار خواهد شد. برای هوسمندی غالبان طبق قرار رئیس ولایت سوغد 643410 سومانی مبلغ جدا کرده شده. برای غالبان جای اول 5000 سومانی، جای دوم 3000 سومانی و جای سوم 2000 سومانی جایزه پولی مقرر کرده شده است. آزمون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، دریافت چهره‌های نمایان و سخنور و سخندان و بلند برداشتن ذوق کتابخوانی نسل نورس که روانه گردیده است. امسال یعنی در مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت آزمون مذکور با یک شکوه و شومت تازه یعنی با سطح بلند تشکیل و گذرانده شده ایستاده است. هر یک صنفخانه با شعار و آویزه هایی که وابسته به آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است یعنی مجهز گردیده است. البته این گواهی آن است که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان، حکومت ولایت بی‌طرف نیستند و برای در سطح بلند گذاشتن آزمون همه طرفه دستگیری، همه طرفه راهنمایی و همه طرفه مساعدت می‌نمایند. طبق معلومات مسئولین ریاست معارف ولایت سوغد 1330 نفر به دور سیوم یعنی ولایتی راه داده شدند که از اینها 970 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، 112 نفر را دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی، 214 نفر را آموزگاران و مربیان، 57 نفر را نمایندگان کسب و کار گوناگون تشکیل می‌دهند. در اساس دستور رئیس کمیسیه دوره جمهوری آزمون، هیئت داوران از دانشگاه ملی تاجیکستان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدند که این گروه دانشمندان در همبستگی با استادان و آموزگاران پیشقدم ولایت به دانش و ملکه اشتراکداران آزمون بهاگذاری خواهند کرد. دوره سوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است تا سنه 26 آگوست برگزار گردیده. غالبان دوره ولایتی به دوره جمهوری راه خط می‌گیرند. امسال سال یکم است که من از راه نومیناسی اعجاری نظم در دوره ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کرده ایستادم. من در همه نوع‌های شعری جان نمودم: رباعی، دو بیتی، غزل، مخمس، مسدس، ترکیب، ترجیباً و دیگر ژانرهای شعری. امروز آزمون خیلی شفافانه گذشت و من باوری دارم که تا در دوره جمهوری نیز سزاوار جایهای نمایان می‌کردم. بنا به اطلاع ریاست معارف ولایت سوغد برای تامین شفافیت و در سطح بلند برگزار نمودن دوره سوم آزمون با مسئولین دستورهای مشخص داده شده. دوره اول، دوم و ولایتی آزمون با کاربری مرکز تحصیلات الوه‌ای ریاست معارف ولایت سوغد تشکیل و گذرانده خواهد شد.